فرقی نمیکنه کجای خاک باشید، این زندان ذهن ما هستیم و آزادی از زندان ذهن بسیار 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 سخت‌تر از آزادی از زندان فکر هست. امیدواریم که بتونیم به این نقطه برسیم جهان رو بشناسیم. نمیدونم، دارم تلاش میکنم، امیدوارم شما هم تلاش کنید. من امروز دل ما امروز در قافیه ترکی رو برنامه‌ریزی بودیم. علم جبرم در وسط کتاب رو هم نمی‌خوره بخونم. علم جبر رو هم باز کردیم و باز توسط ملک میرزایی در مورد زبان ترکی که به فارسی نوشته شده بود رو ترجمه کردیم و خوندیم. ببینیم این کتاب چی هست. مجموعه ترکی. ببینیم این کتاب چی هست. حالا نوشته بود از ایران. قبل از اینکه این کتاب رو بیارم خدمت شنوندگان با روزه بگذارم. این دو کتاب رو باز کردیم. امیدوارم که یکی از اینها رو بتونیم بخونیم. در این بالای پی دی اف گفته که این کتاب 65 صفحه مستطیل، 65 معذرت 130 صفحه این کتاب مجموعاً هست نوشته است. ولی این در نتیجه ترک ها در 1000 سال گذشته نقش آفرین جهان اسلام بودن. برای همین هم در جبهه اول جنگ غرب مسیحی با جهان اسلام ترک ها قرار داشتند. عرب ها در رده های بعدی هستند و امروز هم اگر نگاهی به جهان اسلام بندازیم، جهان اسلام به 3 تکه به 4 تکه تقسیم شده به نظر من. یکی مثل مالزی و اندونزی و سنگاپور و اینجور جاها که اسلامی هستند و کاری به دنبال اسلام هستند، این اسلام خاصی رو با توجه به شرایط اجتماعی خودشون، تاریخی خودشون، تجربات و آموزه‌های خودشون یه اسلام خاصی رو پیدا کردن و دارن باهاش زندگی میکنن. یه اسلام عرب هاست که عرض کردم عرب ها در 1000 سال گذشته تحت حاکمیت و نفوذ ترک ها بودن و بعد از فروپاشی اصول یا شکست اصول، فروپاشی نگیم، بعد از کودتای درون و حمله خارجی به عثمانی، حمله خارجی و بعد قیچی دو لبه داد برای بردن حاکمیت ترک بر جهان اسلام و در مقابل جهان مسیحی در این دو لبه باید تکمیل بشه، نگرده میتونستن گردن خلفت عثمانی به جهان اسلام رو بزنن. در خارج باید حمله دیگه میکردن، جنگ جهانی هم بردن، در داخل باید کودتا انجام میگرفت. فراماسونری در داخل کودتا رو انجام داد و در عرض 6 سال خوندن حاکمیت کودتا رو از بین برد. در اینجا ما با جهان روبرو هستیم که تحت اشغال هست. عرب ها رو تحت اشغال قرار گرفتن ولی وضعیتشون فرق میکنه. دیگه شما به جهان
توپ نگاه بکنید، جهانی توپ از زیر استعمال مسیحیت شرقی قرار یک مقدارش هم دست چین است در روز دست چین است برای تعامل میشه جهان اسلام رو باید بین سه قوه تقسیم کرد. یه بخششون چین، یه بخششون روسیه، یه بخششون غرب مسیحی، انگلیسی ها و فرانسوی ها و آلمانی ها و اینها روس درستن این موجود ترک ها اکثریت در اشغال سه قوه هستند: چین، روسیه و انگلیس. در گذشته طبیعتا روسیه بود و آمریکا و چهارمین قدرتی که در جهان اسلام وجود داره آسیا و اروپا هستند. اینها در جهان اسلام چون در سال گذشته مثل عرب اگر به عرب خدا که اصلا استیبل‌ترین ثابت‌ترین کشورهای جهان امروز هست و من فکر می‌کنم در آینده جهان اسلام منجر بین عرب و غربی‌ها یا بین عرب و اروپا مواجه خواهد شد. امیدوارم که بین ترک‌ها و عرب‌ها این جنگ بین غربی‌ها یک جنگی رو برای عرب‌ها نگاه خواهند کرد، برای که عرب‌ها دارند از نظر اقتصادی به یک قدرت می‌رسند. حالا چرا از عرب‌ها حمایت می‌کنند؟ برای اینکه عرب‌ها در سقوط دولت عثمانی و تضعیف بود نقش بازی و در مقابل اسلام و جهان اسلام رو که یک پارچه بود و یک خلافت اسلامی داشت، چند کشورچهی رو 5-6 کشور تقسیم کردن و عرب‌ها البته اینا برای تقسیم میشه که برای از بین بردن اسلامی 3 شاه باید ایجاد میکردن در جهان عرب که هر 3 از نوادگان و نزدیکان ملکه انگلیس که اخیراً 1-2 سال پیش فوت کرد بودن و یکی در اردن، یکی در عربستان و یکی در اگر اشتباه نکنم عراق، اگر اشتباه نکنم، ممکن اشتباه بکنم، سوریه باشه. و در نتیجه به خاطر اینکه همبستگی خانوادگی و فامیلی و خونی بین سلطنت‌های کشورها بخشی از کشورهای عربی با سلطنت انگلستان وجود داره، اقتصاد رو در اینجا می‌بینیم که ثابت هست. ولی مثلا شما در لیبی این رو می‌بینید، در تونس می‌بینید، در مصر می‌بینید، در سوریه نمی‌بینید. البته سوریه اخیراً به نوع دلایلی چیز شده، قبلاً بود. اینها نشون میده که به این وضعیت شده. اما گروه چهارمی که عرض کردم، فارس‌ها و کردها، اینها هم به خاطر اینکه در 1000 سال گذشته دارای هیچ جایگاه سیاسی قدرتمندی در جهان اسلام و در جغرافیای سیاسی نبودن، با غرب مسیحی دست به یکی شدن در 100 سال گذشته، 120 سال گذشته، 150 سال گذشته که یک جای پایی برای خودشون بعد از سقوط عثمانی پیدا بکنن که بعد از سقوط عثمانی به فارس‌ها این فرصت داده شد، به کردها این فرصت داده نشده. هم دارن تلاش میکنن که یه جوری کردها دارن تلاش میکنن که بتونن این رو ببینن. به هر حال نمیدونم چرا این بحث جهان اسلام به این شکل مطرح شد، الان به ذهنم اومد، خواستم افکارم رو به طور خلاصه در اینجا برای ثبت در تاریخ بذارم بمونه. خب اما میخواستم اینو بگم که در 100 سال گذشته، حتی شاید بتونیم بریم تا از مشروطه به بعد،
یعنی 1285 به بعد که در 1304 نتیجه کودتا که در آخرین ماه اسفند 1400 اما به تدریج قدرت رو از دست بادشاهی قاجار خارج می‌کنه و در ید قدرت فردی بی‌سواد اطلاع یاد چهره‌بازار تاد جمع به نام رضا شاه و اونا تبدیلش می‌کنن به شاه قاجار و بعد منتظرن و این از اون روز تا امروز کتاب‌های دانشگاه دولتی همه اینها بازدید شد. الان اونجا هم می‌بینی که بازدید شد 1982 تا این تاریخ 10 بار حداقل 5 بار ثبت شده در تاریخ که کتاب‌ها رو بازدید کردن و کتاب‌هایی که به ترک‌ها اهمیت می‌داده اونها رو زبانشون و فرهنگشون و تاریخشون و سیاستشون و حکومتشون و سیستم‌های سیاسی امنیتشون رو داشت توضیح داد. اینها رو از بین بردن. کتاب‌های بی‌ضررتری رو نگه داشتن با این شرایط تحریف بکنن. حالا ما اگه برسه نشون میدیم بعضی از متن‌ها رو چجوری تحریف کردن. و در واقع حالا برای فارس‌ها که 1000 سال پیش قدرت سیاسی اقتصادی مالی اداری نداشتن برای اینها یک تاریخ بسازن، فردوسی بسازن، تاریخ بسازن، زبان بسازن. برای که هنوز 500 سال گذشته از 1304 تا امروز که 100 سال دقیقاً میشه 1404 هست الان این 100 سال با آنکه میلیاردها دلار میلیاردها منظورم مثلا 500 میلیارد 700 میلیارد 1000 میلیارد احتمالاً پول رو ریختن برای تحمیل زبان فارسی به 10-11 ملتی که در ایران وجود داره، در ایران سیاسی کنونی وجود داره. به این آموزش ریختن، به این زبان فارسی ریختن تا بتونید زبان رو زبان بسازن، ولی هنوز هم زبان فارسی زبان نشده، از هیچ جهت استاندارد نیست، از اون طرف هم علمی نیست. در مقابل اومدن گفتن که زبان فارسی رو هم زبان ترکی رو هم در ایران تدریس کردن، اجازه ندادن آموزش داده بشه، اجازه ندادن کتاب نوشته بشه، کتابایی که نوشته شده بود رو سوزوندن یا از کشور خارج کردن، فروختن یا از بین بردن، خمیرش کردن. امیدوارم بعضی از کتاب‌ها نسخه‌های خطی متعددی داشته باشه که بعد از سقوط فارس‌ها و ایران و استقلال ترک‌ها، عرب‌ها و اینها هر کسی بتونه آثار تاریخی خودش رو دوباره بخونه و نسخه‌های دست‌نوشته متعددی که احتمالاً پیدا بشه رو جمع کنن و دوباره برای شناخت خودشون در این مدت از یه طرف برای فارس‌ها تمدن مکتوب ساختن، از طرف دیگر آثار ترکی رو از بین بردن و بعضی از آثار رو هم هر جا که بر ترکیت اونها در مقابل آذری بر آذربایجان به جای آذربایجان، این اسمای جدید عجق و جر، اینها رو تلاش کردن که وارد تاریخ بکنن، ترجمه ها از عربی و از زبان دیگر اینها رو به جای مثلا آذربایجان ایران اینها رو تلاش کردن مثلا بیارن داخل اینجور چیزا تحریف بکنن. در هر حال من در جوناس تیوی در این باره 10 برنامه ساختم، 10 کتاب رو نشون دادیم که چجوری تغییر کردن، 10 نویسنده رو آوردیم، انسان‌های اهل مطالعه و فکر رو آوردیم و اونها شواهد رو نشون دادن که چطور کتاب رو از بین بردن. آخرینش همین 1-2 روز پیش من ویدیوشو دیدم و نشرش کردم که یه استاد دانشگاه میگه که یکی استاد دانشگاه فارس میگه که آقا فردوسی
الان مثلا 60,000 بیت داره در داخلش و این حدوداً 40,000 30,000 40,000 ممکنه درست باشه، بقیه جعلی هم. هر کسی اومده. حالا چجوری میگن هر جا که یه شعر فردوسی با خواست امروز بشر مخالفت میکنه میگن که این رو فردوسی ننوشته. حالا اینها رو هم دارن تنزیهش میکنن. در اصل میگن این کتاب قابل اعتماد نیست، نمیشه. البته این کتاب که تاریخ نیستش، این کتاب خیالی هستش، داستان خیالی هست. به نظر من جدیده، ولی خب حالا از این دست. خب این کتاب در سال 1382 ما میدونیم که در سال بعد از انقلاب یه بار کتاب ها بازبینی شد، حمله مجاهدین بازسازی شد، حالا چه کسایی این کتاب رو میخوندن؟ آدمای بی‌سواد احمق تکذیبی قاطری که جلوی اطراف چششون رو بسته بودن، فقط اینها یه زاویه خاصی که بهشون نشون داده بودن اینها کتاب ها، بسیاری از کتاب رو از این. حالا ما برگردیم به این کتاب رو ببینیم که چی هست. اول یه نگاهی به فیزیک کتاب بندازیم. دوستان می‌بینید این کتاب وقتی جلدش رو باز کرده یک خطش اینجا گذاشتن که طول کتاب رو داره نشون میده که 15 سانتی متر، بودن 6 اینچ و خورده‌ای هست و حالا عرضش هم نشون داده، نمیبینم. آها اینجا هم عرض کتاب نشون داده. 2 صفحه رو وقتی باز میکنه عرض 2 صفحه در مقابل هم میشه 21 سانتی متر، یعنی 10.5 سانتی متر عرض هر صفحه هست. این حالا ضرب داره معمولا در روزنامه‌نگاری یا تحلیل محتوا میان از نظر فیزیکی هم حساب میکنن کتاب رو. این رو میگن مثلا هر صفحه 16 سانتی متر ضرب در 21 سانتی متر ضرب در 65 صفحه میشه. این مجموعه چیزی که این شعر روی اون نوشته، مثل یه فرشی که صفحه بزرگ و اون وقت میان طول هر جمله رو هم محاسبه میکنن یا محاسبه میکنن، میگن که مثلا این هر کلمه نوشته شده و این هر سری، یعنی این کلمات نوشته شده رو هم بر اساس مثلا 5,000 سانتی متر مربع کاغذی که برای نوشتن این کتاب به کار رفته 1,000 سانتی متر نوشته هستش و بقیه سفید. یه تحلیل محتوایی اینجوری مصاحبه میکنن و بعد داخل محتوا که چی هستش. من این کار رو کنم یه چند سال پیش تحقیق بودم در روی رادیو فردا
آشوب و ناامنی. حالا این دوتا رو همین کار رو انجام دادم، یعنی تحلیل فیزیکی و محتوایش انجام دادم. بعدم این رو بعداً اومدم
اینجا اشعار ظاهرا تمام میشه، یه مقدار نوشته. Are you looking for a one-stop grocery shopping experience with bargains you won't believe? Then stop by your neighborhood grocery outlet. You'll find amazing deals on the name brands you love, with savings up to 40 to 70% versus traditional grocery stores. And don't forget, we also have all the essentials. برگردیم ببینیم که اول کتاب چی داره میگه. جالبه که اینجا الان زیر عکس من افتاده، احتمالاً به احتمال بسیار بالا شما نمیتونید ببینید. این مبتلایی محتل یازد oldu. حالا من این با یک کتاب رو کجش میکنم که بتونم بخونم اینو. امیدوارم که بشه اینجوری خوند. شاید اینجوری بتونم بخونم. Gün müptelayı mihnetle yırdım öldür. Dilber-i mulayim olacak, Adem öldürer. این هرچی هست حالا اینجا اسم وجود داشته گنج وصالی طالبینی اژدها صفت قل خلقه خلق زلف خم اندر خم öldürer. حالا بذار ببینیم این ادامه این فصله. خلق زلف خم اندر خم öldürer. چشمن سرسمه عاشقی غمزن نقش چشمن سرسمه چشمن سرسمه عاشقی سرمه چشمن سرسمه سرسمه هم میتونم نه سرسمه
خیلی قدیمیه. دوم güzellik نازlik ترlik نسنده. حالا اینجوری باید بخونیم. احتمالا اینجوری باید بخونیم. دارم تلاش میکنم بفهمم این رو. خوندن دستخط برای همین سخته دیگه. شما هم باید معنی رو بفهمید، هم باید برگردید 10 بار بخونید تا بفهمید. دلا اول سود کلک olmadı. Dera ol sudegül dilber ne sende. Güzellik, nazlık, terlik ne sende. Ne sen sevdin bir sufi bu cehanın. Acab bilsem senin köklün ne sende. Ne diş kaldı istemadık ne derdi ne dernek. Ne diş kaldı istemadık istenmedik. Ne diş kaldı istenmedik yani ter neşedin, kanun negiretin. Ne dernek, ne tende kuvvet var ne sende. حالا این باید اینجوری باشه. نه منده قوت var نه سنده. حالا این احتمالا با یه لهجه خاصی هم نوشته شده، چون که اینجا یه ر میبینم
حالا اینجا یغماغه اوکی. دی کشور نزد زیاه بلای تر، یغماغه او ولایتی اول اژدهای تر. زلف سیاه رو تشبیه میکنه به اژدها. تغلر سمند ناره bildirir veli, çoklar sement nare yanıp bildirir veli meydan hüsn içinde gülmez sana yeter. Bimar eşke sert eyleme alaç. بیمار عشق شربت ایله ایلم علاج. حالا باید این نکته نداره، من باید بخونم. وار ای طبیب گویی دردم بنای تر. وار ای طبیب گوی بنی دردم بنای تر. ای چرخ سنده var ki bir ölmeli vefa. Ey çarx sende yar gibi olmadı vefa. Zira bu külü aleme bir vefa yeter. Ey çarx sende yar gibi olmadı vefa. Zira bir gülü aleme bir denli aleme bir vefa yeter. Ey çarx sende yar gibi olmadı vefa. Zira bu denli aleme bir vefa yeter. Tek yerde gönlünde zerre kadrinde olmasın. Tek yerde gönlünde zerre kadar mühim olmasın. Oltu düşün yeter. Burya yeter. Hatta این رو بگیم مثل تنس مثلا düşün نجا این burya yeter. این نجا این چیز دیگه باشه برای اینکه حالا لحظانان هم شعر غربی رو نوشته. بریم صفحه 32 کتابه ببینیم که یه شعر دیگه از اینجا نوشته سرابش بکنیم و لحیان از صلاح دست ارادت نه اجل باب عشق. از صلاح دست ارادت نه آیه تمام شاهین زایه بردن در اوزون تمام شاهین زایه بردن در اوزون تمام شاهین این İsrail necdet İran silahı peki bu İsrail necdet İran silahı muharebesi anlıyor
نر بکنم نر بخشون بگریان و بگویم نر بگویم بگمه این بحله بگمه بگمه بچند این مدن در دنیا بهش مجلس نه مجلس دوله بیاندن بگمز مجلس دوله بیاندن بگمز بسلاس بنابراین تنهی کشتی که نابود بگمه گردباد گرداب بنا کشتی کشتی نابود بگمه گرداب وارد یحیی زرهده وارد یحیی زرهده اون خاکی آرام ده وارد یحیی زرهده اون خاکی آرام آرام زمین مثل آب ایمان بعضی کلمات اصلا من معنیشون یعنی مشکل این چندانی مواجه هستم این صفحه 60 کتاب یه شخص اتفاق بدن والنام هست میگم این بیبلیوتک آیدانه ناری بگیم کلمه نارسیزم این بیست ناری بگیم کناره نارسیزم بیسن olmasın ben ya çünkü kenarlar sizin olmasın ya adili bu çok beşler kökül sana kim der alazığa dur نه خوندن این شعرها هم به خاطر کجی کتاب و هم به خاطر اینکه چیز باشه سواد من نمیرسه سواد ترکی من خط عوض شده که احتمالا اینجا بشه یک شعری رو اگر بتونم بخونم نوری افنگه گارنوز نورسه نقطه و شینتیغ غم اشکله قول میرسه محبت صحنه دیدن خط از چیز شده نقطه وش گارنوز نقطه وش تیغمه اشکیله باش قول میه رسم محبت صفحه دیدن تراش یاست بزدم حالا این چی میشه یاست چیه بزدم خانگاه عمله بنی سند بلا سند بلا هم شعر خود شعر بودن سخته حالا اینجا شعر تقریبا تمام شد. من این بخش چیز رو شاید بتونم بخونم حالا این رو
شایدشو بگیم که تلاش بکنیم ببینیم میتونیم این رو بخونیم. خب آنوندر دükli عالم آدم حرم و کعبه و زمزم همه عظمت جهان پرتو حسین فرحبار طربناک و همه واله و حیران و همه مدح و ثناخوان. و این فارسیه که اینجاش فارسیه. بذار حالا اصلا فارسیش هم خوندن سخته. آن که در دو کلی عالم آدم و حرم و کعبه. بازم نمیشه ترکی نمیفهمم ولی فارسیش هم سخته. ایها الناس تعالو فخذوا اترو سمد و اترو آیت فخذوا آیت رب سمد و اعتبروا و اعتصموا نحن الیکم رسول من قبلکم. جمله جهانی یزدی. اولش فارسی، از اینجا به بعد ترکی میشه. جمله جهانی یزدی حسن عجیب حسن عجیبی که عقل ایرمز عقل نمیتونه به اون برسه. فراست متحیر علوب علوبن سجده شکرانه ایدو آیت العلمو. حالا اینجا خونده نمیشه ظاهرا با رنگ طلایی نوشته شده بوده، عربی هست ولی کامل دیده نمیشه. من اینو میتونم حالا بگم العلم لنا فکر میکنم. ختم دو ادر چون به صد اکرام ختم دو ادر چون به صد اکرام که نخوش جان جهان دور که هویدا او نهان دور سمد و لمگزل و پادشه کون و مکان دور که خطاب کن ایله عرض کن حرف که و نون کن. حالا دوباره برگردیم. جمله جهانی یزدی حسن عجیبی. یزدی یعنی نوشت جمله جهان را حسن عجیبی با زیبایی خاصی که عجیبی که عقل ایرمز آنم که عقل نمیتونه فهمش بکنه. ایرمز یعنی نمیتونه برسه. آنا فهم فراست متحیر علوبن فهم فراست عقل. حالا فهم متحیر سجده شکرانه میده.
şadi alem Cetsuğa ölmez ani اهل اولان عاشق دلداده افتاده آشفته آلفته سودازده بی سر و پا کمسر و زر خاک چپ و پایی غنی سر به خندی ماه رخی سیم پری خور و شبی لب شکری یار خوشن ادی یار خوش ادی فراغ ایددی ای یار ای نار همه اسباب جهاندن که بودن خاصیتی عشق چمین ساز و جهان سوز و سرافراز و دلفروز بودن تخت وجود و N'oublie pas, même si ta Toyota est électrifiée, elle a besoin d'entretien régulier. Fixe un rendez-vous avec ton conseiller au service Toyota pour qu'Amour rime avec toujours. Vos experts en entretien électrifié depuis 2001. واسطه خلقت عالم عرض ادر عالم عرض ادر رفعت عالم عرض ادر رفعت آدم سبب موهبت خالق رحمان ایندی ای عاشق صادق جله همراه خدا چین خوش لحظه جبی شرح رمی دیلبره آغار ایده آغار ایده احتمالا آغاز ایدلم تا که نلر ایده هیدران دکیدی کبی روتن آزوده زاره دل آشفته بی صبر و قراره گل آخیر خاشب اسرار olalım yar vefadarımız o وفادارımız ol قلب من بیچاره دلخسته یا بسته bir dilber پابسته bir dilber لیلی وش خنجرکش عاشق کش آشوب جهان نته زمان کهله هامونه سردی من دیوانه دخی آه کنان نعر زنان سینمی چاک ایوبن خاک کف پاگینی مجنون که به هر دم جز دردمه بی در پی درمان خیلی جالبه من دیوانه دخی آه کنان نعر زنان سینمی چاک ایوبن خاک کف پاگینی مجنون که به هر دم جز دردمه بی پی درمان که چکم دیده غم دیده یک اول کهل جواهر در او اسوده و فارغ علام آسوده و فارغ علام ای عاشق همدرد که فرد علمق چون مرد علبن او که چکم دیده غم دیده اون کهل جواهردن و آسوده و فارغ غلام ای عاشق همدرد که فرد علمق چون مرد علبن چشم تر و چهره زردیلب گلن نعمت و عیش و طرب و ذوق و صفایی رخ مقصودی برون kimse bu gelişin iyi demez kim haber seyyid ola که durar bu حالا اینجا رو یه مقدار قاطی کردم رخ مقصودی بلور kimse بلور edemez şen edemez
بازم رفته، نمیتونم بخونم. اولو بنده آزاد تو من، بندگی آزاد تو من، روزی خرفتی برم و شام بینده ایدار که بیجه من، منم دیگر دیدارو بیده گنجه نیجه سال و دیگه در نیجه سیدار اردی بکنیم یه چیزی از تهش در بیاد. نه چیش بکنیم نه خونده نمیشه، متاسفانه قابل خوندن نیست. چه عجب بنم شبان طلعت فرشیلت سرای میزای ملک العرش. و اینجا چه عجب بنم شبان طلعت فرشیلت مینرای ملک العرش ندرده و شکمی اون واقعه بوالعجبی شمچی. اوکی غلط بود. چه عجب بنم شبان طلعت فرشیلت مین رای ملک العرش ندردو شمچی ندرده دو شمچی ندر ملک العرش ندر دو شمچی واقعی بوالعجبی یقصه بنم بخت پریشانو اویاندم که یا رب نه عجب حکمت یزدان حاطف غیبیدن حاطف غیبیدن آخر بوندا جلدی که ابتر یا
kıldı müşerref ki sen kuyu nehari kuyu nikahidari falanlerden hiçbir ne bulursan gelme gele seyran eden mübarek saltıkça boyuna نرگیس ile servu kharaman ile